شب چهارشنبه 5 ایون سال 2024 ساعت 22:53 دقیقه در شهر پاتروبیتسه واقع در 110 کیلومتری شرق شهر پراگ پایتخت جمهوری چخیا قطار مسافربر شرکت ریگوجت که از پراگ به شهر چوپ اوکراین حرکت داشت به قطار بورکش شرکت روی اوهان جمهوری چخ سر به سر زده است. در نتیجه صدمه 4 نفر به هلاکت رسیده، 27 نفر را با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان‌های پاتروبیتسه و شهرهای همسایه خرودیم و خردیس کارلووا بستری کردند. وزارت کارهای خارجه اوکراین روز 6 ایون تصدیق کرد که دست کم 2 زن هلاک شده شهروندان اوکراین بودند. در عموم در قطار مسافربر 380 نفر حرکت داشتند. در بین آسیب دیدگان کودکان نیز هستند. برخورد دو قطار چنان شدید بود که از هر دو قطار چندین واگن از راه آهن بیرون گردیده، قسمی از آنها چپه شدند. قطار مسافربر ریگوجت از 13 واگن عبارت بود. واگن اول این قطار کاملا پچق شد و بیشتر قربانیان نیز از همین واگن بودند. قطار بورکش از 21 واگن عبارت بود و 500 متر درازی داشته است. در جای حادثه 36 دسته سوختارنشان‌ها، 2 چرخبال نجات دهنده و 10 ماشین یاری تاجری از جمله از شهر همسایه خردیس کارلووا به آسیب دیدگان کمک رسانیدند. نجات بخشان در نوبت اول آسیب دیدگان را از واگن‌ها برآورده کمک اولیه را به آنها در خود همانجا در نزد واگن‌ها رسانیدند. به مسافرانی که از صدمه جان به سلامت بردند تا زمان پوره برآوردن مسافران آسیب دیده اجازه ترک واگن‌ها را ندادند تا که به عملیات نجات‌دهی خلل نرسانند. پیتر فیالا سروزیر چخیا با اظهار همدردی به قربانیان این فاجعه گفت برخورد قطارها بدبختی بزرگ است. ما هم در فکر قربانیان و آسیب دیدگانیم. ناظرات راه آهن چخیا سیگنال سرخ سمافور را صرف نظر کردن و به حرکت ادامه دادن راننده قطار مسافربر را سبب احتمالی این صدمه نامیده است. رهبر شرکت ریگوجت ردی میانچورا نیز به پیوندان قربانیان اظهار همدردی کرد و گفت شرکت آماده است به آسیب دیدگان کمک همه‌جانبه برساند و تاوان پرداخت کند. او همچنین جهت ارائه تمام کمک لازم برای تحقیق این حادثه اظهار آمادگی کرد. بعد شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین چخیا به بیش از 5 میلیون پناهجوی اوکراینی در قلمروش پناهگاه داد. اکثر آنها زنان و کودکانند.